السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خواهران خوش آمدید به درس 12 مصطلح الحديث با کتاب التذكرة في علوم الحديث. این درس ما کمی دراز هست، از این سبب باید که فوراً به درس آغاز کنیم. چطوری که میبینید این درس در مورد حدیثی متواتر، مشهور، عزیز، غریب و فرد می باشد که انشاءالله به این اقسام داخل می شویم. خب اولا ما همین صحیفه کتاب رو می خونیم و من به شما ترجمه می کنم و کمی کوشش می کنم بفهمونم که مؤلف در اینجا چی می گوید و چگونه این اقسام رو تعریف می کند. این صحیفه 17 هست. خود کتاب را هم من برای شما نشان می دهم که حالا ما در این کتاب التذکرة فی علوم الحدیث هستیم. این مستقلانه یک کتاب هست، اما از سببی که من شرح می دهم این کتاب را، من همین صحیفه ها رو یک تا یک تا کرده در صحیفه های خودم در شرح خودم می گذارم تا اینکه شاگردان بتوانند که هم این کتاب را داشته باشند و هم شرحی که در هنگامی درس داده می شود آن را هم داشته باشند. به هر حال ما در اینجا رسیدیم در صحیفه 17 والفرد والغریب والمتواتر، مشهور، عزیز و مستفید. و پیش از آن که به این بخش نو آغاز کنیم، من دوباره شما رو میخواهم توجه شما رو به این جدول بیارم که در چند درس قبلی ما حدیث رو از جهت القبول و رد نظر کردیم، یعنی قبول و رد شدن. از چی سبب حدیث میتواند که رد شود یا اینکه ضعیف شود یا اینکه قابلی جستجو و تحقیق شود، یعنی که باید حدیث رو بیشتر تحقیق کرد. و ما در چند درس گذشته حدیث رو از این نظر، از جهت رد شدن نظر کردیم و از جهت رد شدن خوانده بودیم که حدیث میتواند که از سبب سقط از اسناد رد شود یا اینکه ضعیف شود، یکی از صفت‌ها یا اینکه شرایط صحت را از دست دهد، یا اینکه حدیث میتواند که از سبب طعن در خود راوی ضعیف شود. اول ما به این قسم داخل شدیم، حدیثی که رد می شود از سبب سقط از اسناد، و شما آموخته بودید که سقط از اسناد میتواند که یا ظاهر باشد، یعنی که ظاهر و روشن معلوم شود در سند که یکی از راویانش حذف شده است، سقط شده است، یا اینکه میتواند به یک طریقی خفی باشد. این 4 اقسام رو هم گذاشتیم و این 4 اقسامی سقط خفی رو هم گذاشتیم و بعداً به این طرف داخل شده بودیم از جهت رد از سبب طعن، یک طعنه یا اینکه یک کمبودی، ضعیفی در خود راوی حدیث. در این قسم نو داخل شده بودیم و از بخش شاذ و منکر گذشته بودیم که یعنی خود مؤلف در این قسم ادامه نکرد و ما رو حالا میکشد به یک جهت دیگر، یعنی ما رو میکشد به این طرف که حدیث به اعتبار عددی طرقه، حدیث از جهتی رقمی سندهایش. و در اینجا چنانی که شما میبینید به 3 قسم تقسیم می شود: المشهور، العزیز و الغریب. از چی سبب در اینجا متواتر که من یک دقیقه پیش با شما ذکر کردم که یکی از بخش حدیث های امروزه می باشد و این چنین الفرد در اینجا ذکر نشده است؟ از سببی که المتواتر عموما علمای حدیث متواتر را می گویند که این از بخش گفتگوی حدیث و مباحث حدیث اونقدر شمار نمی شود و من برای شما می فهمانم که از چی سبب. و الفرد که می باشد مترادف می باشد با الغریب، یا اینکه یک قسیمی الغریب می باشد، یک زیر قسمی الغریب می باشد الفرد. به هر حال من فقط خواستم که توجه شما رو به همین نقطه یک بار پیش از درس بیاورم که ما این قسمت رو تا حال تمام نکردیم و تمام این قسمت رو یعنی پای در پای و با ترتیب مؤلف به ما فهماند، اما متاسفانه این قسمت رو پوره نکرده ما رو به این یک جهت دیگر کش کرد. یعنی اگر به یاد داشته باشید در درس یکم من برای شما فهمانده بودم که وقتی که سوال کرده می شود که حدیث به چند اقسام، به چند قسم ها تقسیم می شود، این یک جواب دقیق ندارد و یک جواب ندارد، چون که ما باید سوال کنیم، به این سوال یک سوالی دیگر پیش کنیم
که هدف شما تقسیمات حدیث از کدام نظر هست، از کدام جهت هست. آیا از جهت عدد سندهایش هست، آیا از جهت صفت راویانش هست، آیا از جهت قبول و رد شدن سندش هست. از کدام جهت شما میخواهید که یا شما پرسیده استودید که حدیث تقسیمات دارد. پس ما باید که اولا پیش از اون که بگوییم که حدیث مثلا این قدر اقسام دارد، ما باید تمام این اقسام را اول چی کنیم؟ تقسیم کنیم که حدیث میتواند که از این جهت، از جهت این صفت، از جهت این شرط میتواند تقسیم شود. پس این تقسیمات حدیث هست از جهت عددی طریقه هایش یا اینکه عددی سندهایش. پس آغاز میکنیم به درس امروزه. مؤلف میگوید که والفرد وهو ما تفرد به واحد عن جميع الرواة او جهة خاصة كقولهم تفرد به اهل مکه و نحوی. میگوید که و فرد آن است که یک نفر به تنهایی آن را از همه راویان یا از یک گروه مخصوص روایت کرده است، مانندی گفتی آنها آن را اهل مکه به تنهایی روایت کردند و مانندی آن. در اینجا مؤلف گویا که دو قسمی الفرد را تعریف میکند. میگوید که در اینجا الفرد یا اینکه آن حدیث رو گفته میشود که تنها یک راوی از یک جماعت راویان تفرد کرده است، یعنی که به تنهایی روایت کرده است، او یا اینکه بعد دویم قسمش رو تعریف میکند، یا اینکه آن حدیث رو گفته میشود که یک راوی با یک صفت خاص یا از یک شخصی خاص روایت کند. در اینجا هر دوی یعنی کوشش میکند که هر دو قسمی الفرد رو تعریف کند. اما گپی جالب این است که یا گپی تعجب کننده این است که بعد از این دوباره غریب رو چی میکند؟ تعریف میکند و میگوید که والغریب وهو ما تفرد به واحد عن الزهری و شبهه ممن یجمع حدیثه. میگوید که گرچندی که در این تعریف قبلی به این هم اشاره کرده بود، اما میگوید که غریب آن است که یک نفر به تنهایی آن را از زهری یا مانند او که حدیث هایش را جمع میکند روایت کرده است. یعنی که این دویم مثالی که در اینجا داده است که جهت خاص در فرد وقتی که این دویم قسمت رو تعریف کرد، دویم قسم را وقتی که تعریف کرد و گفت که مثلا از اهل مکه اگر یک نفر روایت کند یا یک راوی روایت کند، اما این حدیث رو از اهل دیگر دولت ها اگر روایت کرده باشند، در اصل یک راوی موجود نیست به همین حدیث، چندین راویان هست، اما با این صفتی که از اهل مکه این رو که روایت کرده هست تنها یک نفر باشد، این رو فرد گفته می شود با تعریف همین مؤلف. اما به همین تعریف دوباره اشاره می کند در تعریف الغریب که در اینجا متاسفانه من به شما قبلا هم گفته بودم که کتاب التذکرة فی علوم الحدیث از جهت تعریف هایش اونقدر مستقیم نیست، نه اونقدر ساده هست، نه روشن هست و تعریف های چندین اقسام را بالای هم میگذارد یا با هم دیگر آمیخته میسازد. از این سبب برای نوآموز این کتاب را به استاد آموختن خیلی دشوار هست. به جای این کتابی یا اینکه نظمی المنظومة البیقونیه بهتر هست، اما من برای چی المنظومة البیقونیه را برای شما انتخاب نکردم؟ از سببی که نه فقط اون که یک نظم هست و نظم را با طریق یک فن را با طریق یک نظم آموختن دشوارتر و مشکلتر هست، بلکه از این سبب هم که در المنظومة البیقونیه تنها 31 تا 32 اقسام حدیث تعریف کرده می شود، حالان که در این کتاب خیلی زیادتر اقسام حدیث تعریف کرده می شود تا 80 می رود. از این سبب تقریبا تا 80 می رود. از این سبب من این کتاب رو برای شما انتخاب کردم. پس کسی که می خواهد که تعریف های حدیث ها رو بفهمد نباید مستقیما تنها از همین متن همین کتاب بگیرد، بلکه دیگر کتاب ها از این کتاب دقیق تر هستند و بهتر هستند، اما باید که از شرحی که من پیش میکنم و زیادتر شرحی که من پیش میکنم از کتاب تیسیر و مصطلح الحدیث از شیخ محمود طحان می باشد، این رو باید استفاده کند، چون که این خیلی یعنی تعریف ها رو به هم دیگر آمیخته می سازد. از این سبب بر این اعتماد نکنید، تنها بر این کتابی التذکرة اعتماد نکنید، چون که این کفایه نمی کند و نوآموز را سرگم می زناند. از این سبب این را به نظر بگیرید. 17 میگوید که فإن انفرد 2 أو 3 سمی عزیزا، اگر 2 یا 3 نفر روایت کنند، یعنی که حدیث رو روایت کنند، آن را عزیز مینامند. فإن رواه جماعة سمی مشهورا، و اگر گروه آن را روایت کنند آن را مشهور مینامند. و 19 میگوید و منه المتواتر، و از آن است متواتر، و هو خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه،
و آن خبری گروهی است که مستقلانه علم درست بودن آن را میرساند. و در اینجا المستفید هم کمی تعلق دارد به این بخش، اما متاسفانه چون که درس خیلی طولانی می شود من این رو گذاشتم که این رو خیلی کوتاه کرده من در درسی آینده میفهمونم. اما بدانید که المستفید هم با مخصوصا با قسم مشهور تعلق دارد. بعضی ها این دو قسم رو مترادف میشمارن. از این سبب من میخواستم که این رو به این یک اشاره کنم، اما درس خیلی دراز میشد، از این سبب این رو من رها کردم. اما انشالله اکنون گرچنده که من تعریف های همین مؤلف رو به شما خواندم، معلوم می شود که این متن اونقدر واضح نیست و من باوری دارم که شما نوآموزان نفهمیدید که این چند اقسامی که من حاضر خواندم به چی اشاره کرد یا چی معنا داشت. از این سبب نزدیکتر نظر میکنیم. در اینجا یک کمبودی دیگر این است که مؤلف حتی اینها رو با یک ترتیب خوب هم نمی آورد. اول از همه یعنی درجه کمش آغاز میکند، هر دو اینها رو با هم دیگر آمیخته میسازد و بعدا آهسته آهسته بالا میرود. وقتی که برای فهمیش از بالا آغاز کردن یا از قسم اساسی آغاز کردن این برای نوآموز آسان تر هست. پس من برای شما در اینجا یک خریطه‌ای که کشیدم، این برای شما آسان تر میکند فهمیش این اقسام را. ببینید ما حدیث رو حالا نظر کرده استودیم از جهت عددی طریقه هایش. طریق وقتی که میگویم فراموش نکنید که این اشاره به سند هست. الخبر یعنی که الحدیث الخبر مترادف هستند از اعتباری عددی طرقی، از اعتباری با اعتباری یعنی به نظر گرفتنی عددی رقمی طریقه هایش یعنی سند هایش. اولا حدیث به دو قسمی اساسی از این جهت تقسیم می شود: خبرهای متواتر، اخبار المتواتر و این چنین اخبار الآحاد. متواتر و الآحاد جمع این قسم می شود اخبار الآحاد و مفردش می شود خبر الواحد. در یک کنجک این رو نویسید، فراموش نکنید تا اینکه وقتی که خبر الواحد رو هم ببینید بفهمید که این اشاره به اخبار الآحاد هستند. من این رو در اینجا جمع نوشتم، یعنی که با شکل جمعش آوردم: آحاد، اخبار الآحاد و خبرهای متواتر. در اینجا من برای شما زیاد تعریف نمیدهم، تنها یک تعریف خرد و کوتاه میدهم تا اینکه شما این زیر قسم ها رو بفهمید. اما متواتر چه طوری که انشاءالله در صحیفه های بعدی تعریف خواهد شد، حدیث متواتر یک روایتی است که آن را یک گروه زیادی راویانی با اعتماد در هر نسل در هر اصل نقل کرده‌اند و این گروه چنان زیاد هست که دروغ گفتن آنها غیر ممکن هست. یعنی که حدیث متواتر یقینا صحیح حسابیده می شود و شبهه‌ای در آن وجود ندارد، از سببی که اینقدر در هر عصر و در هر طبقه او رو یک گروهی خیلی کلان خیلی زیادی از راویان روایت می کنند که ما رو مجبور می سازد به قبول کردن روایت آنها. و به مقابل المتواتر خبر الواحد هست یا اینکه اخبار الآحاد و این آن حدیث های رو گفته می شود که به درجه متواتر نرسند یا به درجه تواتر میگوییم، به درجه تواتر نرسند. یعنی که اینقدر گروهی زیادی از راویان این رو روایت نکند، اما میتواند که باز هم حدیث صحیح باشد. یعنی که در هر عصر میتواند که 5 تا 4 کس 4 نفر 5 نفر 10 نفر این حدیث رو روایت کرده باشد. مثلا میتواند که در این امکانیت هست که در زمان صحابه رضی الله عنهم این حدیث رو 5 صحابه رضی الله عنهم روایت کرده باشند و آنها هر یکی از آنها به 2-3 شاگرد خود روایت کرده باشند و این در دویم عصر یا اینکه در دویم طبقه میتواند که 10 نفر شود، دوباره پس برگرده به 4 نفر یعنی 15 نفر شود. یعنی اونقدر گروه زیاد نیست. در مورد عدد متواتر بین علما چی هست؟ اختلاف هست. بعضی ها یعنی میگویند که باید تا 100 تا نفر باشد، بعضی ها میگویند 40 تا نفر باشد. اما انشالله در مورد متواتر من زیادتر برای شما میفهمونم. اما حالا میخواهم برای فهمیدن همین خریطه شما بفهمید که المتواتر و خبر الآحاد یا اخبار الآحاد چی رو گفته میشود. متواتر حدیثی که یک گروه خیلی زیاد این رو روایت کند که آنها از چندین دولت های مختلف، آنها از چندین عصرهای مختلف باشند و حتی ممکن نباشد متصور این رو حتی کردن نتوانیم که آنها یک جای شده باشند برای بافتن یا برای ساختن یک دروغ. و اخبار الآحاد آن حدیث رو گفته می شود که به درجه متواتر نرسد و در هر عصر یک چند نفر این حدیث رو روایت کند و اکثری یا اینکه قریب بگوییم که تمام احادیثی که ما داریم ما تحت اخبار الآحاد داخل می شود. یعنی که در هر عصر یک چند نفر یک چند راویان این حدیث رو یعنی روایت کردند و
این حدیث به این درجه نرسیده است که یک گروه یک جماعت خیلی بزرگ او را روایت کرده باشند. و ما تحت اخبار الاحاد 3 قسم می آید و این 3 قسم 3 اقسام اینها هستند: المشهور، العزیز و الغریب، که این مترادف هست با کلمه الفرد، یعنی که یک چیز هستند، به یک چیز اشاره میکنند. گرچند که بعضی علما کوشش میکنند که برای آنها یک تعریف مختلف بدهند، اما در اصل عموما در کتاب های مصطلح اینها مترادف حسابیده میشوند. بعضی وقت به یک قسمی الغریب نام الغریب رو میدهند، به دویم قسمش نام الفرد، اما گپ اساسی در همین هست که هر دوی آنها به یک چیز اشاره میکنند. اکنون انشاءالله نزدیکتر نظر میکنیم این اقسام را. تعریف الحدیث المتواتری، تعریف حدیث متواتر لغتا چی معنا دارد؟ هو اسم فاعل مشتق من التواتر ای تتابع، تقول تواتر المطر ای تتابع نزوله. این اسم فاعل هست از کلمه تواتر، یعنی پی در پی. مثلا میگویند تواتر المطر، یعنی باران پی در پی فرو ریخت. این است معنای لغویش. اما از جهت اصطلاح مهمتر هست ما رواه عدد کثیر تحیل العاده تواطؤهم على الكذب. این حدیث را گفته می شود که شماره زیادی آن را روایت کردند که موافقت آنها بر دروغ عادتا غیر ممکن هست. خب و اکنون نظر میکنیم به حکم حدیث متواتر، حکم الحدیث المتواتری، که حکم حدیث متواتر چیست. من برای شما اصلا در پیش از این صحیفه من یک صحیفه دیگر رو گذاشته بودم که در آن شرایط متواتر رو من برای شما پیش کرده بودم، اما در اصل بعدا من آن رو حذف کردم از سببی که اولا این است که بین علما برای بالای آن شرایط نه اتفاق هست و نه مهم هست اینقدر به متواتر داخل شدن. چون که همین که یعنی به ما ثابت شد که یک حدیث متواتر هست، ما دیگر به تحقیقات داخل نمیشویم و جستجو کردن سندش و جستجو کردن راویانش دیگر داخل نمیشویم، چون که همین که حدیث متواتر شد از فن حدیث بیرون شد. یعنی هدف من چیست؟ اصلا متواتر که هست یک بحثی اصول الحدیث نمی باشد، بلکه یک بحثی عقیده می باشد، علمی کلام می باشد و یک بحثی فقه می باشد. از سببی که یعنی در نقطه های عقیدوی ضروری هست که نقطه های عقیدوی رو و بحث های عقیدوی رو هر عصر یک گروهی زیادی اون رو روایت کند و هر یک عصر هر یک طبقه به طبقه بعدی اون نقطه ها رو و اون موضوع ها رو و اون عقیده ها رو پیش کند. و برای عقیده خیلی یک دلیل مستحکم وجود داشتنش مهم هست و شرط هست. و بعدا در اصول الفقه مهم هست. از چی سبب؟ از سببی که بعض فتواها و بعض عملها رو با طریقه تواتر به دست آورده می شود. با این طریقه که هر عصر به عصر بعدی آن عمل رو درس می دهد، آن عمل رو چی می کند؟ تعلیم می دهد و از جهتی مشاهده کردن همان عمل فقهی یا همان عمل هر عصر به خود آن را قبول می کند و بر آن عمل می کند. و از جهت عمل های فقهی به مانند طرز نماز و غیره، همه این چیزهای اساسی دین و چیزهای اساسی فقه با طوری تواتر به ما رسیده هست. مثلا امام مالک در فقه مالکی اگر خطا نکنم، آنها در نماز یعنی دو قول هست در مذهب مالکی، از جهتی که آیا دست ها رو هنگام یعنی وقتی که الله اکبر، وقتی که تحریمه گفته می شود، تکبیر گفته می شود و بعد از آن دست ها رو که بسته می شود یا قبض کرده می شود، در بین فقه مالکی دو فتوا هست که آیا دست ها باید قبض کرده شوند یا آیا دست ها باید سدل کرده شوند، یعنی که در دو پهلو در دو طرفی یعنی در دو طرف مونده شود، یعنی قبض کرده نشود. پس امام مالک در اینجا یعنی آنها قولی سدل رو ترجیح می دهند، از سببی که امام مالک یعنی این گونه می گفت که این عملی هست که با طریق تواتر، یعنی که یک عصر پس از یک عصر این عمل رو تعلیم دادند، روایت کردند و بر همین عمل چی شده است؟ بر همین قول عمل شده است. چون که تواتر از جهت قوت و از جهت بخشیدن یقین و دادن یقین قوت دارتر هست و بالاتر هست از حدیث های احد. برای همین است که مذهب مالکی یعنی قول سدل کردن رو در نماز ترجیح می دهند، چون که متواتر که هست، عمل متواتر قوت دارتر هست. پس هدف من این است که اصلا وقتی که به ما یک خبر برسد، چی از عقیده باشد، چی از فقه باشد، چی از حدیث باشد،
و این گپ عمیق باشد و این گپ تصدیق شده باشد که آن عمل به درجه متواتر رسیده است، یعنی که خیلی یک گروه زیادی آن را روایت کردند، پس از گویم که از ساحه جستجو کردن و از ساحه تحقیق شدن بیرون می شود. چون که وقتی یک گروه خیلی زیاد او را روایت میکنند که حتی تصور این را هم کردن نمیتوانیم که این گروه کلان، این گروه زیاد یعنی یک جایه شدند برای ساختن یک دروغ، پس این قابل قبول می شود و این با ما اطمینان می دهد و با ما اینقدر یک علم مستحکم می دهد که ما رو مجبور می سازد به باور کردنی همین خبر، همین عمل. پس از چطوری که گفتم از ساحه تحقیقات بیرون می شود. اما علم حدیث که از خود موضوع علم حدیث درباره تحقیق کردنی سندها می باشد. پس وقتی که با ما یقین شد که یک خبر به درجه متواتر هست، این از علم حدیث بیرون می شود. امیدوارم که هدف من رو فهمیدید. از این سبب است که خیلی زیاد در کتاب‌های مصطلح می‌بینید که گرچندی که متواتر رو ذکر میکنن اما بعداً میگویند که این اصلا از بحثی مصطلح الحدیث نیست، چون که وقتی که اگر به ما اگر به ما معلوم شود که یک خبر از قسم متواتر حسابیده می شود، اگر به ما معلوم شود که یک خبر به درجه متواتر رسیده است و این ثابت شده است و برای این یقین هست، پس دیگر جستجو کردن راویان آن سند دیگر ضروری نمی شود. از این سبب از علم الحدیث یا از علم مصطلح بیرون می شود، چون که چطوری که حاضر گفتم علم مصطلح الحدیث در مورد این است که باید هر سند جستجو کرده شود، راویان هر سند باید یعنی تحقیق کرده شود تا اینکه ما بفهمیم که آیا این حدیث شرایط صحت را پوره میکند یا اینکه نه. از این سبب من شرایطی تواتر رو با شما پیش نکردم، 4 شرایط رو بعضی ها پیش میکنن، اما انشالله با طریق این مثالی که بعداً می آید انشالله شما خواهید بهتر فهمید. حکم متواتر چیست؟ در اینجا شیخ محمود میگوید المتواتر یفید العلم الضروری، که متواتر یک خبری متواتر چی در حدیث باشد، چی یک خبری، چی یک عملی فقهی باشد، چی یک گپی عقیدوی باشد، خبری متواتر علمی ضروری رو میرساند. ای العلم الیقینی الذي یضطر الانسان الى تصدیق به تصدیقا جازما، یعنی علم یقینی رو که انسان را وادار میکند که به آن با اطمینان و قطعیت باور کند. کما یشاهد الامر بنفسه، بمانندی مثل آن شخصی که چیزی را به چشمان خود ببیند. فانه لا يتردد في تصدیقه، در این حالت او در تصدیق کردن آن دودیله نمی شود، تردد نمی کند. فكذلك الخبر المتواتر، پس خبری متواتر هم همین چنین هست. لذلك كان المتواتر كله مقبولا ولا حاجة إلى البحث عن أحوال رواته. از این رو هر خبر متواتر قبول کرده می شود، یعنی قابل قبول هست و ضرورت به تحقیق درباره حالت راویان آن نیست. این است حکم متواتر. تمام گپ هایی که من تا حال برای شما در مورد متواتر فهماندم در همین جا خلاصه می شود که خلاصه کلان همین هست که متواتر آن خبر را گفته می شود که یک گروهی از راویان، خیلی یک گروه زیادی از راویان آن را روایت کردند در هر عصر، در هر زمانه، در هر طبقه، که حتی ما تصور این را کرده نمیتوانیم که این گروه اینقدر کلان و اینقدر که در چندین عصرها آنها این حدیث رو روایت کردن، این خبر رو روایت کردن، حتی ما تصور این رو کرده نمیتوانیم که آنها یعنی یک جویه شدن برای بافتن یا ساختن یک دروغ و این گونه خبر رو وقتی که روایت کنند این از علمی یعنی تحقیقات حدیثی بیرون می شود و قابل قبول و یعنی قابل قبول می شود و این چنین به ما قطعیت و به ما اطمینان رو می دهد. اکنون نظر میکنیم به مثال حدیث متواتر. پیش از اون که این مثال رو من برای شما پیش کنم، یک نقطه مهمی که شما باید بفهمید این است که اصلا بین علمای حدیث در این گپ اختلاف هست که آیا یگان حدیثی هست که به درجه متواتر حتی رسیده باشد و اکثر علما پیرو این قول هستند که یعنی حدیث های نیست که به درجه متواتر رسیده باشند. یعنی چطوری که من قبلا به شما گفتم قریب تمام حدیث، یعنی حتی قریب هم گفتن در اینجا لازم نیست، تمام حدیثی که ما داریم اخبار الاحد شماریده می شوند. تنها بعضی علما یک حدیث رو که این مثال رو من برای شما پیش کردم، همین حدیث رو و بعضی دیگر علما یک چند حدیث های دیگر رو همچون حدیث های متواتر می شمارند، اما
گپی اصلی و اساسی در همین است که حدیث های متواتر خیلی از جهت عدد کم می باشند، تا این درجه که حتی بعضی علما میگویند که نیست حدیث های متواتر. حدیث های ما نداریم که تو این درجه رسیده باشد که در هر عصر، یعنی از عصر صحابه تا عصر مؤلف های کتاب ها، آنها یعنی اینقدر یک عددی زیادی و بزرگ داشته باشند. اما یک حدیث هست که بعضی ها یعنی بعضی علمای حدیث بر همین اتفاق میکنند که این یک مثال حدیثی متواتر هست و از جهت معنای متن همین حدیث ما قید کرده میتوانیم که از چی سبب. این حديث أبي هريرة رضي الله عنه هست عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ابو هریره رضی الله عنه روایت کرده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند و هر کی بر من قصداً دروغ بندد جایگاه خود را در دوزخ آماده کند. و در اینجا رواه البخاری کتاب العلم، من منبع همین حدیث رو پیش کردم، حدیث 110 بلفظه با همین لفظ ها، و امام مسلم، امام ابو داود، امام ترمذی، ابن ماجه، دارمی، امام احمد در مسندش، تمام این مؤلفان کتاب های حدیث این حدیث را در کتاب های خود روایت کردند. و در اینجا رواه بضعة و 70 صحابیا، این حدیث رو به یک قول، طبق یک قول، زیاده از 70 صحابه رضی الله عنهم روایت کردند. ثم استمرت هذه الكثرة بل زادت في باقي طبقات السند. و پس از این تعداد در هر طبقه های بعدی سند ادامه یافته، حتی بیشتر شده است. خب این طبق یک قول هست. طبق یک قول دیگر این است که این را حتی بعضی علمای حدیث میگویند که این حدیث را تو 100 صحابه رضی الله عنهم روایت کردند و این 70 80 100 که می شود، این الکی تو درجه تواتر رسیده است حدیث، یعنی که خب پس این یگانه حدیثی هست که عموما در کتاب های مصطلح الحدیث علما بر همین اتفاق میکنند که بله این یک حدیث متواتر شماریده می شود. اما بعضی علمای حدیث حتی این حدیث را هم میگویند که نه، این حدیث متواتر نیست. پس والله اعلم. اما ما فهمیده میتوانیم که اگر همین حدیث یک حدیث متواتر باشد، پس از چی سبب این حدیث متواتر شده است؟ از سببی که حتی صحابه رضی الله عنهم که عادت روایت کردن حدیث را نداشتند، آنها هم از سبب ترس و خوف و پرهیزگاری این حدیث را روایت کردند تا اینکه بیشتر مردم آگاه شوند که باید در وقتی نسبت دادن یک قول به پیامبر صلی الله علیه و سلم باید آنها احتیاط کنند. چون که در بین صحابه رضی الله عنهم بعضی ها بودند که حدیث روایت میکردن با کثرت. ابو هریره مثلا رضی الله عنه، انس رضی الله عنه، ابن عمر رضی الله عنه، ابن عباس، عایشه رضی الله عنها، اینها یعنی صحابه های بودن رضی الله عنهم که با کثرت حدیث رو روایت میکردن. اما بعضی صحابه بودن که تنها یک چند حدیث رو روایت کرده بودن، یعنی مقلین بودن، کم روایت میکردن. ابو بکر رضی الله عنه مثلا کم روایت میکرد و اینها از سبب پرهیزگاری و از سبب خوف و از سبب اینکه نمیخواهند که گفته پیامبر صلی الله علیه و آله یا عمل پیامبر صلی الله علیه و آله نادرست روایت کنند، از این سبب آنها پرهیز میکردند. اما حتی صحابه رضی الله عنهم که پرهیز میکردند، حتی آنها این حدیث رو روایت کردند تا اینکه مردم رو هشدار کنند و مردم رو یعنی یک تنبیه بدهند که شما آگاه باشید و احتیاط کنید از نسبت دادن یک قول یا یک فعل به پیامبر صلی الله علیه و آله و قصداً دروغ گفتن. و حتی این ناخواست دروغ گفتن رو هم یعنی یک کمی به ما چی میکند؟ هشدار میسازد که حتی ناخواست دروغ گفتن هم ما باید پرهیز کنیم و احتیاط کنیم که ناخواست در دروغ گفتن، در نسبت کردن یک قول یا عملی که پیامبر صلی الله علیه و آله نگفته باشد، نکرده باشد، ما باید پرهیز کنیم. از این سبب این حدیث متواتر شده است، یعنی اینقدر یک گروه زیادی از راویان این را روایت کردند. و هر حال ادامه میدیم. اکنون نظر میکنیم به اخبار الاحاد، خبرهایی که به مقابل متواتر هستند، یعنی که اینقدر سندهای آنها تا درجه تواتر، یعنی تا درجه اینقدر یک گروه زیادی که ما تصوری دروغ گفتن آنها را یعنی کرده نمیتوانیم، به این درجه نرسیدند. یعنی هدف من قریب تمام احادیث هست. تمام احادیث ما تحت همین اخبار الاحاد داخل میشوند و این به 3 قسم تقسیم میشود: مشهور، عزیز، غریب. خب اکنون نظر میکنیم به حدیثی مشهور. لغة هو اسم مفعول من شهرت الأمر. شهرت الأمر فرق نمیکند اذا اعلنته و اظهرته و سمي بذلك لظهوره. لغة این اسم مفعول هست از کلمه شهرت الأمر. تو این خب در اینجا معنایش میآید به معنای تو آن را اعلان کردی و ظاهر نمودی. این نام به آن داده شده است زیرا آن ظاهر و مشهور هست. خب مشهور همین به معنای تاجیکی هم مشهور می شود.
این است معنای لغویش. و اصطلاحا ما رواه 3 فاکثر فی کل طبقه ما لم یبلغ حد التواتر. این حدیثی را گفته می شود که آن را 3 نفر یا بیشتر در هر طبقه روایت کرده‌اند و شرطی که به درجه تواتر نرسیده باشد. چون که اگر به درجه تواتر رسد این از اخبار الاحاد بیرون می شود، ما تحت متواتر داخل می شود. اما حقیقت حال چگونه هست؟ حقیقت حال چیست؟ که تمام احادیث ما تحت خبر الواحد داخل می شوند. تنها یک یا چند احادیث هست که حتی در آن هم بین علما اختلاف هست که ما تحت متواتر داخل می شوند. زیادتر خبرهای متواتر در بحث‌های فقهی و عقیدوی می باشد. به هر حال اکنون نظر میکنیم یک مثالی را برای این حدیث که علمای حدیث در مصطلح الحدیث این مثال را زیاد پیش میکنند که ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. که این حدیث بخاری هست که امام مسلم، امام طبرانی، امام احمد و الخطیب اینها هم این رو روایت کردند از طریقه 4 صحابه رضی الله عنهم و نامهای این صحابه عبدالله بن عمرو هست، زیاد بن لبید، عایشه و ابو هریره رضی الله عنهم می باشند. و این حدیث چی معنا دارد؟ گرچند که معنایش اونقدر مهم نیست، به سندش داخل می شویم، اما به هر حال پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده است که البته الله علم را با جبران کشیده گرفتن آن از سینه های علما نمیگیرد، بلکه علم را با وفات علما از میان میبرد. تا آن دمی که هیچ عالمی نماند مردم راهبرانی جاهل را پیروی میکنند، پس آنها را سوال میکنند و آن راهبران به علم فتوا میدهند، در نتیجه خود گمراه میشوند و دیگران را نیز گمراه میسازند. خب اکنون نظر میکنیم به سند این حدیث. ببینید من سند همین حدیث رو برای شما به طریقه یک جدول پیش کردم، یک خریطه پیش کردم. چطوری که میبینید وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم این حدیث رو میفرماید 4 صحابه رضی الله عنهم در طبقه یکم این رو روایت میکنن. هر یک گویم که هر یک قبط در اینجا یک طبقه حساب میشود و هر یک طبقه به یک صدی عموما اشاره میکند. یعنی که مثلا عصر صحابه رضی الله عنهم از وقتی نبوت آغاز یافت تا تقریبا سال 100 هجری، چون که آخران صحابی که وفات کرد گرچند که در این هم اختلاف هست، ابو طفیل عامر بن واثله رضی الله عنه بود که بعضی میگویند که در سال 100، بعضی ها میگویند که 101، بعضی ها میگویند 110 هجری از دنیا گذشت. انس بن مالک رضی الله عنه در سال 93 از دنیا گذشت. پس عموما هر یک طبقه به یک صدی، به یک عصر اشاره میکند. البته این معنای آن را ندارد که بین هر شاگرد و استاد باید 100 سال باشد، چون که هر یک عصر بالای یک عصر بعدی البته چی میشود؟ بالای هم میشود، چون که ما باید مردمی میان سالی همون عصر رو به نظر بگیریم. پس عموما هدف من از یک طبقه یک عصر می باشد. خب پس در طبقه یکم این را 4 صحابه رضی الله عنهم روایت کردند: عبدالله بن عمرو، ابو هریره، زیاد بن لبید، عایشه رضی الله عنها. پس در اینجا ما حساب کردیم 4 نفر. در طبقه دوم یعنی در طبقه تابعین عروه، ابو سلمه، سالم بن ابی الجعد، عروه باری دیگر. پس در اینجا 3 نفر این حدیث رو، یعنی 3 نفر از عصر تابعین این حدیث رو روایت میکنند. در اینجا 2 بار عروه آمده است، از این سبب سرگم نزنید. خب در غلط فهمی نافتید. در عصر سوم یعنی که در طبقه سوم اتباع تابعین میخواهید بگویید. حتی یک طبقه رو بعضی علما با چندین گویم که زیر اقسام، زیر قسم ها هم تقسیم میکنن. مثلا نمیگویند که عصر تابعین، میگویند که در عصر تابعین هم 3 اقسام یا 3 درجه هست. تابعینی که کبار بودند یعنی که کلانسال بودند، تابعینی که میانسال بودند وقتی که روایت کردن، و تابعینی که خردسال بودند. این گونه هم آنها تقسیم میکنند، یعنی که هر قسم میتواند که زیر قسم داشته باشد. امام ابن حجر طبقه های راویان رو به 12 اقسام تقسیم کرده است، اما من به زیاد این گونه گپ ها داخل نمیشم تا اینکه شما از گپ اصلی دور نروید و گپ اصلی رو بفهمید. در طبقه سوم نظر کنید، اینجا هشام، امام زهری، امام اعمش، موسی بن عقبه، این شد 4 نفر این حدیث رو روایت کردند. در طبقه پنجم
خب این شد ششم. در طبقه پنجم امام مالک این را روایت میکند، امام جریر، علی بن سلیمان، وکیع، عبدالله بن سعید. این شد 5 نفر. و همین خیل هم در طبقه ششم هم 5 نفر این حدیث رو روایت میکند. پس ببینید که چی شد، در هر عصر، در هر طبقه چند نفر این حدیث رو روایت کردند، اما این حدیث به درجه متواتر نرسید. پس این میموند تحت خبر الواحد تا اون دمی که این سندها و این حدیث ها در کتاب های حدیثی جمع می شوند. مثلا این سند یکم رو امام الخطیب، به فکرم امام الخطیب، بله امام الخطیب این رو در کتابش جمع می کند. خب پس در اینجا من می نویسم خطیب. این دویم سند رو امام احمد در مستندش جمع می کند. این سوم سند رو امام الطبرانی در کتابش جمع می کند. این چهارم سند رو امام مسلم و این پنجم سند رو امام البخاری جمع می کند. وقتی که حدیث با یک کتاب حدیثی جمع می شود، دیگر این گونه سند یعنی با راوی پس از راوی ادامه نمی یابد. یعنی که در همون کتاب حدیثی وقتی که جمع می شود، به همون کتاب بعد سند داده می شود، نه اینکه به هر حدیث علاهیده. پس این شد سندی و مثالی حدیث مشهور. و از چی سبب ما این رو مشهور می نامیم؟ از سببی که هر یک طبقه رو اگر نظر کنید، در اینجا 4 نفر هست، در اینجا 3 نفر، 4 نفر، 5 نفر، از 3 نفر و بیشتر کم نمی شود. در هر یک طبقه 3 یا بیشتر نفر هست. اگر در اینجا 2 نفر میشد، 3 نفر نمیشد، این رو ما میگفتیم عزیز. اما بر عزیز انشالله میرسیم. فقط کوشش کنید که همین مثال مشهور رو خوب از خود بکنید. اکنون میگذاریم به تعریف حدیث عزیز. لغتا هو صفة مشبهة من عز يعز بالكسر ای قل و ندر. یعنی که از جهت لغوی این حدیث میتواند که یا اینکه از کلمه عز یعز یعنی باشد، یا اینکه از کلمه عز یعز. اگر از عز یعز باشد با کسره چی معنا دارد؟ صفت مشبهه از عز یعز با کسره عین کلمه یعنی کم و نادر شدن. یا میتواند که از کلمه عز یعز بالفتح باشد، یعنی قوی و شدت یافتن هست، ای قوی و اشتد. و سمی بذلك اما لقلة وجوده و ندرته و اما لقوته بمجیئه من طریق آخر. از چی سبب ما این حدیث را حدیث عزیز میگوییم؟ آن رو به این نام خواندند یا به سببی آن رو به این نام خواندند یا با سببی نادر بودن و کم پیدا شدنش، یا به سببی قوت آن که از راه دیگر نیز آمده است. و اصطلاحاً چی معنا دارد؟ الا یقل رواته عن 2 فی جمیع طبقات السند. حدیثی رو گفته می شود که تعداد راویانش در تمام طبقات سند از 2 نفر کمتر نیست. پس این حدیث را عزیز گفته می شود یا از سببی نادری و کم بودنش یا از سبب قوت دار شدنش. چون که وقتی که یک حدیث باشد، یک سند داشته باشد و دویم سند برایش پیدا شود، این حدیث قوت دارتر می شود، قوی تر می شود. پس نظر میکنیم به یک مثال برای این حدیث. و این مثال حدیثی عزیز می باشد: مرواه الشیخان من حدیث انس، مرواه الشیخان من حدیث انس والبخاری من حدیث ابی هریره. یعنی که شیخان وقتی گفته می شود، این به امام بخاری و امام مسلم اشاره میکند. در هر یک فن وقتی که لقب شیخان استفاده می شود، این میتواند که به 2 شیخ مختلف اشاره کند. مثلا در فن حدیث وقتی که شیخان گفته می شود 2 شیخ بزرگ، یعنی که امام بخاری و مسلم، چون که مرتبه آنها در این فن از همه بالا هست. اگر در فقه حنفی شیخان گفته شود، این اشاره به امام ابو حنیفه و قاضی ابو یوسف می باشد. اگر مثلا در فقه شافعی شیخان گفته شود، این اشاره به امام نووی و امام الرملی می باشد. به فکرم از این سبب شیخان در فن حدیث اشاره به امام بخاری و مسلم می باشد. هر دوی آنها از حدیث انس این را روایت کردند و امام بخاری خودش تنها این را از حدیث ابو هریره رضی الله عنه روایت کرده است: ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال: لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من والده و ولده و الناس اجمعین. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که هیچ یکی از شما ایمان ندارد تا وقتی که من برای او از پدر و فرزند و تمام مردم بیشتر محبوب نباشم. خب به این حدیث داخل نمیشویم، اما به سند این حدیث نظر میکنیم. خب این حدیث را رواه عن انس قتاده و عبد العزيز بن صحيب و رواه عن قتاده شعيب و سعید
خب این حدیث را از انس رضی الله عنه این را علاقه میدانیم که ابو هریره هم روایت میکند و انس رضی الله عنه، یعنی که در طبقه صحابه دو نفر علاقه میدانیم که این را روایت میکنند و از انس رضی الله عنه بعدا دو نفر روایت میکنند، قتاده و عبدالعزیز. همین رو ان شاء الله من در خریطه بعدی برای شما میفهمونم، نظر کنید. نبی صلی الله علیه و سلم این حدیث را روایت میکند و از پیامبر صلی الله علیه و سلم ابو هریره روایت میکند و این چنین انس بن مالک. از انس بن مالک دو نفر، قتاده و عبدالعزیز بن صحیب، و بعدا از قتاده دو شاگردش روایت میکند، امام شعبه و امام سعید، و از عبدالعزیز اسماعیل بن علیه و عبدالوارث. پس نتیجه در اینجا چی شد؟ در طبقه صحابه دو نفر این را روایت کرد، در طبقه تابعین دو نفر، در طبقه اتباع و تابعین اگر خواهید میتوانیم که بگوییم 4 نفر این را روایت کردند. پس از همه عددی کمترین در این حدیث چی شد؟ 2 سند شد. پس وقتی که از همه عددی کمترین سند یک حدیث 2 تا باشد، این حدیث را عزیز گفته می شود. تا حال چی یاد گرفتیم؟ که اگر از همه عددی کمترینش 3 یا اینکه بیشتر باشد اما به درجه تواتر نرسد، اون را ما مشهور می نامیم. اگر از همه سندی کمترینش 2 نفر باشد، این را ما عزیز می نامیم. اکنون می گذاریم به حدیثی غریب. تعريف الحديث الغريب لغة هو صفة مشبهة بمعنى المنفرد أو البعيد عن أقاربه. لغة صفت مشبهه به معنای تنها یا دور از خویشاوندان بودن هست. غریب، از این سبب مردم بعضی ها خود را غریب یا غرابه میگویند. کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. خب این حدیث هم به همین اشاره میکنه، یعنی کسی که جدا هست، کسی که تنها هست، دور هست از خویشاوندان یا از همسایگان و غیره. از جهت اصطلاحی چی معنی دارد؟ يقسم الغريب بالنسبة لموضع التفرد فيه إلى قسمين. غریب به 2 قسم تقسیم می شود، وابسته به کجا بودن، وابسته به موقع تنها بودن، موقع تفرد. یعنی که 2 قسم دارد و هر 2 قسم ها یک تعریفی مختلف و دیگر دارند. الغریب المطلق و الغریب النسبی. الغریب المطلق را هم الفرد المطلق گفته می شود و الغریب النسبی را الفرد النسبی هم گفته می شود. مقصد همین است که کلمه غریب و فرد مترادف هستند و می توانید که یک تاش را به جای دیگرش استفاده کنید، گرچند که اکثر وقت برای یک تاش کلمه غریب و برای دیگرش کلمه فرد استفاده می شود. اما به هر حال غریب مطلق که ما تحت همین قسمی، یعنی خبر الواحد که ما حالا خونده استودیم، این داخل می شود. این چی تعریف دارد؟ هو ما ينفرد بروايته راو واحد. غریب مطلق یا فرد مطلق آن حدیث را گفته می شود که آن را تنها یک راوی روایت کرده است. خب یعنی به مانند مشهور و عزیز از همه عددی کمترین سندهایش 1 تا می باشد. اگر 1 تا باشد ما این را حدیثی غریب می نامیم. اما یک قسم دیگر دارد که این را الغریب النسبی گفته می شود و چون که مؤلفی التذکرة به این اشاره کرد، من باید که تعریف آن را هم در اینجا برای شما بیان کنم. میگوید که هو ما كانت الغرابة في اثناء سنده يرويه اكثر من راو في اصل سنده ثم ينفرد بروايته واحد عن اولئك الرواة. یعنی میگوید که این حدیث است که غریبی یا تنها بودن آن در جریان سند پیدا می شود. در اصل، گپی اصلی در اینجا هست، در اصل سند آن را بیشتر از یک راوی روایت می کند. یعنی که در اصل غریب نیست به این تعریف یکم، یک از همه سندی کمترینش 1 تا نیست، زیاد هست. اما بعد از آنها یک راوی آن را تنها روایت می کند، می نماید با یک صفت مخصوص. من این را خودم در اینجا اضافه کردم تا اینکه برای شما روشن‌تر شود، چون که حتی شیخ محمود طحان در اینجا اونقدر واضح این را تعریف نمی کند. خب یعنی الغریب النسبی اگر من به شما با کلمه های آسان اگر بفهمانم، بعدا مثال هم می آید، آن حدیثی را گفته می شود که یعنی این دخل به عددی سندهایش نیست، ندارد، بلکه دخل به یک صفت خاص دارد. یعنی که از جهت یک صفت خاص، یعنی که با یک صفت خاص تنها یک راوی این را روایت کرده است. مثلا در اینجا نظر کنید، مثال ها رو نظر کنید. مثال حدیثی نسبی رو نظر کنید. حدیثی مالك عن الزهري عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر تفرد به مالك عن الزهري.
خب معنای این حدیث این است که پیامبر صلی الله علیه و آله به مکه وارد شدند در حالی که در سرشون سپر بود. اما این مهم نیست، مهمش سندش است که این حدیث رو تنها امام مالک از زهری روایت کرده است. یعنی که این حدیث را چندین نفر روایت کردند. خوب میتواند که از یعنی چندین نفر از یک استاد روایت کند، بعد 2 نفر از یک استاد دیگر، مثلا این حدیث را از این شیخ یکم 3 نفر روایت کرده باشد و از شیخ دوم 2 نفر روایت کرده باشد و از امام زهری این شیخ سیوم هست یا اینکه سیوم سند هست، از امام زهری تنها 1 نفر این رو روایت کرده است. یعنی که برای این حدیث میتواند که 1 2 3 4 5 6 یعنی سند باشد، حتی به درجه مشهور یا عزیز هم برسد، اما از امام زهری تنها این را امام مالک روایت کرده است. پس از جهتی کی از امام زهری این را روایت کرده است یا از میان شاگردان امام زهری این را کی روایت کرده است، تنها امام مالک هست. از این نگاه حدیث یعنی حدیث غریب شماریده می شود، اما این را ما غریبی نسبی می گوییم. امیدوارم که شما این رو خوب فهمیده باشید. یعنی که هدف حدیث غریب نسبی این است که وابسته به یک صفت خاص حدیث را تنها 1 نفر روایت کرده است. میتواند که آن وابسته به یک شیخ خاص باشد یا وابسته به یک شاگرد خاص باشد یا وابسته به دولت همان شیخ یا شاگرد باشد، یعنی که از اهل مکه این رو تنها 1 نفر روایت کرده است، یا اینکه از راویان کوفه این رو تنها 1 نفر روایت کرده است که این نفر می باشد. یعنی که وابسته به یک صفت خاص حدیث می تواند که غریب نسبی نامیده شود، نام گذاشته شود. اما حدیث غریب مطلق در اینجا قسم اساسی ما هست که ما تحت خبر الواحد داخل می شود و در اینجا مؤلف حدیثی انما الاعمال بالنیات رو پیش میکند که میگوید که تنها عمر بن الخطاب رضی الله عنه این حدیث رو از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت کرده است. پس نظر میکنیم به مثال این حدیثی غریب. پیامبر صلی الله علیه و آله این حدیث رو وقتی که روایت میکند تنها عمر رضی الله عنه از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت میکند و از عمر رضی الله عنه علقمه بن وقاص روایت میکند، از علقمه محمد بن ابراهیم، از محمد بن ابراهیم یحیی بن سعید روایت میکند. یعنی که ببینید که در هر یک طبقه تنها 1 نفر روایت کرده است این رو، تا آن دمی که به این طبقه 5 که میرسد بعد 4 نفر میشود. اما وقتی که ما میخواهیم که یک حدیث را نام گذاریم که آیا این حدیث مشهور هست، آیا این حدیث عزیز هست یا آیا این حدیث غریب هست، ما کدام طبقه را به نظر میگیریم؟ از همه طبقه کمترین. پس آیا ما این 4 را به نظر میگیریم؟ نه، بلکه ما این طبقه که کمترین هست یعنی این رو به نظر میگیریم. و چون که در این طبقه تنها 1 راوی روایت کرده است، یعنی این طبقه این 4 طبقه یکم چون که تنها 1 نفر این حدیث را روایت کرده است، از این سبب ما این حدیث رو حدیث غریب مینامیم. و از 2 قسم غریب این رو غریب مطلق گفته می شود. یعنی که قسم اساسی همین 2 قسم الغریب المطلق می باشد، نه اینکه الغریبی نسبی. چون که از جهت نام هم شما قید کرده می توانید که الغریب المطلق کدامش هست و الغریب النسبی کدامش هست. البته وقتی که میگوید که الغریب النسبی یعنی که نسبت به یک صفت غریب شده است، نسبت به یک صفت خاص یک سند شده است. اما الغریب المطلق یعنی که میگوییم که علی الاطلاق یک سند هست. 5 طبقه که میرسد و این در 5 طبقه وقتی که 4 نفر این رو روایت میکنن، بعدا پس از این طبقه در طبقه 5 راویان کتاب های حدیث این سندها رو در کتاب هایشون جمع میکنن. مثلا امام بخاری همین سند امام مالک رو در کتابش میارد. مثلا امام بخاری روایت میکند از امام مالک، از یحیی بن سعید، از محمد بن ابراهیم، همین خط تو عمر رضی الله عنه. و اینچنین این روایت حماد بن زید رو هم امام بخاری و اینچنین امام مسلم هم، اصلا امام مسلم هم این رو روایت میکند و این رو هم امام بخاری و امام مسلم هر دویشون این سند رو در کتاب خود روایت میکنند و این رو هم امام بخاری و امام مسلم و این آخرش رو تنها امام مسلم در کتابش این سند رو پیش میکند. یعنی که این گونه می شود که اول حدیث با طریقه شفاهی از یک راوی به دیگر راوی سفر می کند، نقل کرده می شود تا اون دمی که تقریبا در 4 یا 5 عصر
بخشش در چهارم یا پنجم طبقه یا اینکه گوییم که در دوم یا اینکه سوم عصر هجری در کتاب های حدیث جمع آوری کرده می شود و بعد از این زمانه دیگر سندها رو علاهیده روایت کرده نمی شود، بلکه سندها برمیگردن به کتاب ها، یعنی کتاب های حدیثی رو درس داده می شود و به کتاب های حدیثی سند داده می شود. امیدوارم که این نقطه اضافگی رو فهمیده باشید. خب الحمدلله درس ما در همین جا به پایان می رسد. سبحان الله و بحمده، سبحانك اللهم و بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.